های برای خوانندگان بالایقد در شهر خوجند تمامی فن‌های دقیق را با زبان انگلیسی برای مانده است. عموما در مؤسسه 600 نفر خواننده ها تحصیل میکنند. زیاده از 50 نفر آموزگاران سبق میدهند، درس میگویند. در مؤسسه، در حرکتی علمی مؤسسه 470 نفر خوانندگان شامل شده هستند و در انامین سال 2021-2022 دستاوردهای انامین خوانندگان به 401 جایهای افتخاری رسیدند. یعنی 401 نفر خواننده ها توانستند و دیپلم و مدال و کوبک ها نایل شوند. این البته خرسندی آور است که از 41 نفر ختم کننده هایی که انامین سال تحصیل 2021-2022 ختم میکنند، از 41 نفر 12 نفرشان به دانشگاه های امریکا، 30 نفرشان در دولت های یابانیا، شویتساریا، انگلیا، باز باقی مانده در دانشگاه های عالی داخلی کشور حجت سپاریدند. یعنی ما خوشبختانه سربلندانه گفته می توانیم که تمام خوانندگان الکی راه خود را یافتند، یعنی دانشگاه های خود را، کسب خود را انتخاب کرده به دانشگاه ها داخل شدند. من یک سال تیاری دیدم و غالبی $96,000 و غالب کردم. دانشگاهی کریتن که در نبراسکا آماها است و در فن اختصاصم طبیعت شناسی باشد. سنه 5 مارس سال 2022 ما از طریق یونیورسیته دانشگاه واش خط آمد که من به اون یونیورسیته با ارزش $150,000 گرانت آموزشی برد کردم و به دانشگاه در مدت 4 سال و طور رایگان تحصیل کرده میتونست. امسال در المپیاده که از طرف دولتی از طرف یونیورسیته که در قزاقستان جایگزین است به نام سلیمان دمیرل جای یکم را اشغال کرده، صاحب 100% گرانت شدم و این 100% گرانت مبلغ خوانش مرا فرا میگیرد و من این سال به اون دانشگاه رفته در آنجا 4 سال تحصیل میکنم.